صنعت قالین‌بافی تاریخی طولانی دارد. قدیمترین قالین‌هایی که تا به زمان ما رسیدند تقریباً 2000 سال قبل در قلمروی سغدیان بافته شدند. در دوره‌های قدیم قالین‌های بافته خود را آنها برای ساختمان خیمه‌ها با مقصد پناه بردن از باد و چنگ و غبار، گرم نگاه داشتن خانه‌ها استفاده می‌نمودند. بعداً آدمان قالین را با نقش و نگار و رنگ‌ها آراسته برای آرایش خانه‌ها به کار می‌بردند. هر یک هنرمند باید این از جهت فیگوراهای گیومتری باید دانسته باید باید رسام خوب باشد. برای نقش آفریده باید و یا درست رنگ برای انتخاب نمودن رنگ نخ ها یعنی رشته ها باید کار فعالیت دارند. یعنی این تمام ماتماتیکی گیومتری باید رسامیت از طلب میکند. برای که هر یک اینجا با گله هایی که نها میگود گله ها 373 نها پیدا شده است که اینا هر یک تا اندازه خوب دارد که اندازش در وقتش اگر درست قبول نکند همون وقت همون گل هم شکل خودش گم میکند یا که رنگ را اگر از سرشویش یک رنگ کتی تمام بافتن سر نکند یا که تمام نکند دیگر رشته شنانت هم گل موقع خودش گم میکند. قالین‌بافی دسته از زمره هنرهای زیبای تاجیکی است. سالهای اخیر بازار محصولات قالین‌بافان سرخریدار گردیده است و هم تعداد بانوان به این کار روی آورده به مراتب افزوده است. صدارت را نیز محض همین محبت به کالج هنرهای مردمی شهر استرفشن آورد و در این هنرستان نازکی‌های هنر قالین‌بافی را با یک رغبت خاصه از خود کرد. نازکی‌های این کسب را به من خوب آموزاندند. آموزگاران همه آموزگاران به ما کمک خود را میرسانند. بسیار شفق‌آور بود که من میخواستم از همکلاسی‌مان رشته و موها را یاد گیرم. ولی در بین یکدیگرمان نمیخیر هست وقتی که ما درس جواب میدیم دیگرها میخواهند که من هم درس جواب که از این هم پیشتر روم. یعنی از سبب یعنی که ما از برای جنگ کردن نه، مثلا از سبب که پیش رویم یکدیگر رو رقابت میکنیم. اول من به هنر قالین‌بافی معقول نبود. بعد اینجا اومدم همه خیلی نمودی هنر را دیدم. یعنی کالج هنرهای مردمی دنیای هنر بوده است، عالم هنر بوده است و من خیلی پسند آمد هنر قالین‌بافی. من میخواهم آینده قالین‌بافی ماهر شم و مانند بی‌بیم. بانوان میگویند بیشتر موضوعهای طبیعت و زیبایی چهره‌های شخص و دیگر دستاوردها را آفریده می‌خواهند. الکی نمونه محصولات ایجادی آنها در این هنرستان محفوظ داشته شده است. بیشتر محصولات آنها قالینچه‌های حجماً خردند که همچون تحفه تهیه می‌گردند. آدمی که رسم کشیده نمی‌تواند، رای کردن نمی‌تواند. مثلا حاضی قالین می‌بافی یگان کس برده تیم که وای نمی‌تواند که رای کردن. تبدیل خودت کردن. چون که وای قالین تو میشینی که دیگر کس کشیده تیا تو بذات نمیفهمی. برای همین باید رسما خوب دانه. برای قالین‌بافی ماهر شده. همه نمود بیشه دانه. در جایی که ما کسب می‌آموزیم به هیچ کجا در نمیمانیم در آینده. بعضی شخصان فکر میکنند که خیلی حاضر همه چیز هم هست، کسب آموخته چیکار میکنن؟ خیلی یک روز کسی که از ما همه چیزهای ما را گیرد میلش، لیکن کسب را گرفته نمیتواند که. قالین وابسته به صفت، مصالح رنگ و بار، اندازه و نقش و نگاری آن به خیل‌های گوناگون جدا شده، قیمت آن هم از روی همین خصوصیت‌هایش معین کرده می شود. اشیای خام قالین‌های دستی آماده کرده کسب آموزان کالجی مذکور طبیعی بوده، حتی رنگ‌های آن محصول دست خود این بانوان است که از رستنی‌های وطنی آماده می‌گردند. در هر یک قالین بیش از 30 نوع رنگ‌ها استفاده برده می شود.
اینجا با بعدای هنر قولینبافی میریم دیگه درسابم اشتراک کردن کدام معلمی خواهیم یاردم میکنن یاد میتین همه نمود هنر آموخته رفتن میتونیم در مدت 3 سال هنری که به ما دختران در کار است همه هنر اینجا هست. در آفریده های یکی از قالینبافان ماهر ناحیه باباجان غفورов منظوره حامید و ترنم بهار و زیباگی احساس گردید. نام برده منظره ناتکراری را با استفاده از این صنعت نادر در روی گلیمچه ارمغانی با تمام نزاکت و زیبایی تصویر نموده است. برای آن فصل بهار رو من تصویر کردم که فصل بهار یکی از فصل‌های زیباترین سال می باشد. چون که همه درختان سبز همه جا سبززار سبز و خرم این سبز و خرمی این یک خودش رمز خوب است. قولینی که در اینجا نشان داده شده است گل‌های زیبای بهاری تصویر کرده شده است و در مابین ما رسمی لک را جایگیر کردیم که این هر دوی لک ها سفید این رمز خوشبختی است. سفید را تصویر کردیم در آسمان صافی بیکنار آنها در درونی یک پایشان در درونی آب یکشان از آب برآمدن دیومشان در حرکتی از آب برآمدن در اینجا تصویر کرده شده است. هر یک تاری رشته او رنگارنگی فصل عروسی سال بهار نازنین را در بر میگیرد که با یک کمپوزیسیون خاص به این گلیمچه ارمغانی جان بخشیده است. قولینباف رسام باشد. من هم خودم در مکتب همچون معلمی صنعتی تصویری شده کار میکردم. حالا در نفقه هستم. بعدی به نفقه برآمدم من همین کسب رو انتخاب نموده من در اینجا قولین هایی که من خودم بافتم با همراهی شاگردان رسم های آنها رو خودم اول تصویر کرده بعد با بافتن شروع کردیم. در اینجا برای اون که ما طبیعت زیبای بهار رو تصویر کنیم از رنگ های پست ترینی مثلا سبز باشد از پسترینش سر کرده ایستاده تا رفت من در اینجا یک قریب که 6 نمودی رنگ ها استفاده برده می شود از زینه پسترین تا زینه بلندترین. انا اینجا در رنگ زرد باشد از زینه پسترین روشنترین تا رفت به رنگ بلند می گذاریم. در اینجا رنگ های سرخ باشد در اینجا هم از رنگ های پست به رنگ های بلند من در اینجا رنگ های آب نشان داده شده است زیرا که آب رنگ کبود است از رنگ کبودی پسترین سرکرده ایستاده تا رنگ بلند ما در اینجا استفاده میبریم. بغیر از این سبز یک نمودی سبز با دیگر خیلی نمودی سبزی که سال بسته رنگ سبزی بسته است. این سبزهای رنگ سبزی بسته فقط در جایهای تاریک برای نشان دادن جایهای تاریک استفاده برده می شود. روشنش باشد برای جایهای روشنی که کمتر آفتاب رسیده ایستاده است. انا همین های برای نشان دادن ما استفاده می بریم. در شهر کونیبادان باشد گلیم های هم تاجیکی و هم قرقیزی آماده می شوند. گلندام خدایار و به بانوان این دو ملت این هنر زیبا را که با دست آماده می شود می آموزاند. از 4 صنف باز همین خیلی هنر که بندم. من خودم کسبم معلمه شده کار کردم همین کار نپرفتم همین کار که بند من پارسال 90 اچینیک برآوردم کار میکنیم دکم این منبع الهام میبخشد هم خودی که خوب بباین وای میکنم کار میکنم تا که وای شوم بیکار نمیشینم چرا که موی میگیرم تازه کرده ششته شانه کرده سنی ریسپون میکنم ریسپون کرده ریسپون با عینک ششته رنگ میپرتم رنگ با پرافته سنی گلیمبه وای میکنم تیار میکنم خودم همش خودمو تیار میکنیم
که یکان تا ورق نیست، همه پیش خودش میداند، رشته ها چند تا شمورش میداند. خلاص اینها همین شمیر بکره گل پرافته برفته هم میگرد. یک کس نمیپرسد کجا آمدیم چخل میکنیم. گفتم چبکی اینها مستر شاگرده هم خودمو باین بر کند سونی گفته میشینیم نباشد نیه چبکی وقتا گله خطا میکند سونی گلیم ما خوشروی نمیبرد. همین خیلی بیشتر محصولات آماده کرده آنها گلیم‌های حجماً کلان تا 5 متر می باشد. میگوید همین که یک گلیم آماده شد در کوتاه‌ترین مهلت فروخته می شود. یک گلیم آنها حدود 1 ماه آماده می شود زیرا پر از زحمت دستی است. اگر بافتنش اینقدر مهلت را فرا گیرد، رسیدن و رنگ کردن رشته باز فرصتی دیگر را طلب می کند. خلاص بانوان در زمستان بیشتر بر تیار کردن رشته و رنگ‌وباری آن بند می شوند. محصول وایمو بازار به میبریم، بازار به برونده بازارنده میفروشیم. این حاضر ما به وای اورب شدگی که خانه توی کنه، دختر برورد، کلیم میکند، همینا و وای کره میگیرد. 2100 سامان به میفروشیم. 2300 همین تو همین خنق میره. این قخمه بگوید با پد گلیم میکنیم و پد قیمت در وای محصولاتش هم مولتر میشد. خودی که همین خیل بوی وای میکنیم فقط وای بافتنش دیگر این خیل نمیبافیم کورتگی وای میبافیم اکن وای قیمت وای 3000 سامان 4000 سامان به میبرود. همش میخنت خودم که حاضر این من امو گفته تا همین درجه و آورده گلیم بافسادیم. محصولات همین دست کده مهنت خودتان. بازار نمیخرید نباشد بازار ریسپان خریده آورده کردن ممکن که وای محصولاتی وای نه چیستی وای نه داخل ناتورالی نه وای خو وای انده چقدر سینتیتیک شای چقدر کاوچک شای نمیخل نمیکن این وای که اینا فرقش شای سانی اینها سال به سال خدمت میکند که رنگش هم نمیبرود یخل میستد. میگوید گلیم ها وابسته به صفت، مصالح، رنگ و بار، اندازه و نقش و نگار آن بخیل های گوناگون جدا شده قیمت آن هم از روی همین خصوصیت ها معین کرده می شود. گلیم های تیار کرده این بانوان به حجره خانه ها نه تنها زیبایی می بخشند همزمان گرمی را نیز نگاه می دارند. چقدر نمونی تاگی پوچکتاننده نمکش باشد این نمک نیست میکند درد پوچک نمیشید اینکه نپریمیر سینتیتیکای وای میکند روی پلبه پرتایتن پوچکتان مونی زمستاننده خنک میشد. خنک اگر وای نکنید خودتان وای کره بینید این با وای کنید زمستاننده هم آمده هم پوچکتان مونید این خنک نمیزند. محصولات یافتن که گوسپنه میشن خیلی شده برفتگی یخل گوسپنه موش هایکی گمته وای قوس وای این ملایم باشد رنگ نغز میکند با گلشم ریسپانشم خوشروی میشد. اگر ریسپانش خوشروی نشود این وای نمیشد. چقدر خوشروی برآمد چقدر شد این دفعه چقدر میکنیم گفته وای میکنیم خودمون وای میکنیم الهام میبخشیم. با دیگر مسترای ما وای خواهم میبافد این وای خواهم میخواد کار از گلش دیگر خیلی کار از گفته وای میکنیم ما نمیتونیم ما وای ها خوشروی میکنیم گفته مسابقه بگین همین خیلی کار میبافیم. حاضر من با بافسادیم خوشروی همده میبینید خوشروی گفته حاضر تلفن با رسمش میگیریم وای با میپرتویم اینترنت با. امروزها در شهر و نواحی کشور قالینبافی سنتی رشد پیدا کرده است و به این کار بیشتر زنان و جوان دختران جلب شدند. مولوده حیات و ساکن شهر ترسونزاده است. او بعد آموزش این هنر دختران محلی را به کسب قالینبافی جلب نمود. غیر از این بانوان عائله‌اش را نیز از این هنر برخوردار نمود و امروز در پهلوی مادر قالین می‌بافند.
از سال 2015 در همین مرکز کسب آموزی کار و فعالیت میکنیم. همین قولینبافی را از بیبوی و آچه‌هامون میراث ماندگی ما به همین طول از سال 2015 تا این جانبه ما کار میکنیم. جایهای نزدیکش از همه حساب کتاب کرده و یا رنگ کتک های ماتماتیکا برای حساب کرده گلوش هم میبروریم. در نزدیکش همه حساب کتاب کرده هر یک ریشتهش و کرده بعد میبافیم. اگر یک تا و کتکش خطا بیاد گلوش هم بیزه میبرود و میشه. برای همین هر یک تا کتکاش حساب کرده میکنیم. 2 ماه 3 ماه کورس تشکیل نمودیم. تمامی که دخترای زنانی که امروز بیشغل هستند فرا گرفته شدند. تا امروزه 153 نفر شاگرد داریم. این شاگردا حاضر قولینبافی که مایده یعنی با اندازه مایده یعنی برای استول و برای تگ پا برای قولینبافی نمودن از یاد کردگی از خود کرده است. با این قولینبافی صبر و تحمل در کار، صبر کردن در کار. اگر هم خیل کنیم به 4 نفر در کار میشد. اگر 4 نفر تستر کار کنیم در 1 ماه بود میکنیم. امروز ما برای رشد نمودن قولینبافی تمامی که دهاتایی که از شهر ترسنزاده از مرکز دور می باشند اونجا با مرکزهای هنر آموزی تشکیل نمودیم. در آنجا هم این قولینبافی معلمان یعنی هنرمندای ما روانه کردیم. امروز در این سمت کاری فعالیتی خوب دارند. من در آزمون نمایش رشد سیاحی و هنرهای مردمی در آزمون اشتراک کردم و سزاوار جای 3 شدم. دیپلم برای سیاحان از دیگر دولت‌ها می‌بیاد. برای ویا سوغاتی و یا تیار کردیم. برای همین جای 3 را گرفتیم. قالین داشتیم، بریلاک ها داشتیم، مهره بافی داشتیم، جوره بافی داشتیم، سمکچه های و همخلین چیزهای برای سیاحان معقول است و را پیشنهاد کردیم. در شهر ترسنزاده بخشیده به سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی سمت قولینبافی نیز رشد یافته شده است. چقدر که به همگان معلوم است سالهای 2019 سالهای 2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردیده است. به همین خاطر دایر به این مسئله های هنرمندی در شهر ترسنزاده تمام سمت‌ها رشد یافته شده است. دایر به مسئله قولینبافی نیز کار را جانا کردند. برای هنرمندی را از خود کردن هم جوان دختران هم جوان پسران هم بانوانی که خانه‌نشین هستند به واسطه دایر به این مسئله یعنی که هوسمندی زیاد دارند و همه روزه گوییم اگر خطا نمیکنیم یعنی که به هنرمندی فعالیت می‌نمایند. در ناحیه وخش نیز خلقیت‌های گوناگون استقامت می‌کنند. وقتی که به یکی از این محله‌ها رفتیم در این مکان جمعی همسایه‌ها حتی بانوان کهنسال دهه یکی علاچه می‌بافت و دیگری گیلیم و یا رشته می‌رسید. انیخترش خاله خالماما مشغول گیلیم بافی و فاطمه برای صندوق عروسی دخترش روی پوش می‌دوخت. ایرا بوجاما میگم ایرام اسباب داره ایرا تویستون دا میکنم اشتوی چقدری تویستون دا میکنم باید زمستون دا بعد میگیرین تا روز میکنن چی کده بعد تیاجویا کدگی بعد دستشون بعد میدوزانی نه قدیمون امی کده اومدگی بعد امو یاد گرفته حضیرم هم تری تشکیل کدیستان هم تری میکنن هم تری میکنیم تو هم تری نکنیم دخترا شدودا نمیتونیم امیرا میکنیم نیرا میکنیم ایرا دارو کپچوش میشه میمونن کپچو فاسون شوا گفته ایرا همتری بوجاما میگن ایرا درم تریش اونم گلیم اونم دختروش دمیکنن یا دخترو دا این پخترا چیکیت میکنیم بعد ایرا همی سبا قطی سبا میگم ما دو تا چوبا میگیرم دا سبا میکنیم همیرا پخترا وای پختا این خوش شروع میشوه بعد همیرا خیلی کرده میگیرم دا انا همی ارچو قطی همی خیلی میکنیم همی خیلی رشته میکنیم ایرا بعد همی خودش اسباب داره اسبابشه هم 4-5 جای ده چوبا چی میکنیم ده همه خیلی کلاباش میکنیم ده میدویم این چی میشه اینا ارمک میگم ارمک این ارمکه بعد همه خیلی استانوکش میشه همه یش قطی خیلی قطی اینا مایده گیلمچه میکنیم اول
بعد هم خیلی خوش میکنیم اینا خوش کرده کلون گیرم اول ایما هم خیلی قلنا نبوده ایما همه مامام آچام هم خیلی گیرم کرده داده هم عروسو مونده خانه مونده همین کرده بودیم اول قولی نبوده کو همین پخته ده خود دست خطه هم خیلی کرده بودیم. این گونه گلیم ها را در ناحیه جلالالدین بلخی باشد قخمه گلیم میگویند و هر عروسی که به خانه بخت می رود داشتن این گونه گلیم حتمی است و دلخواه بانو از عهده بفتن گلیم های هر خیله به خوبی برآمده می توانند. به قولشان اگر عروس به چنین جهاز به خانه داماد رود تحت مسخره اطرافیان قرار می گیرد. برای همین همه بانوان وابسته از وقت داشتن یا نداشتن حتما برای دختران قدرسشان چنین گلیم های زیبا تیار می کنند. барои келинҳо ва барои духтаронам чунин гилем омода карда дар хонаҳояшон меандозам. ин бароям аз бибиям мерос мондааст. мо ин ҳунарро идома медиҳем ва ҳангоми тӯй барои духтарҳо ва келинҳоям 5 донаи чунин гилем мебофам. ин гилем бо риштаҳои пахтагин омода карда мешавад ки ба саломатии инсон зиёновар нест. ҳозир ҳама мардум пахта мечинанд, пахтара баъд чиндан пас ина хай занакҳои хонашин кампиракҳо бекор мондан и хайқа чигитак мекунанд. баъди чигитак кардан урчуқда мересанд, банд мекунанд, ришта мекунанд ва риштаҳоро рангбор мекунанд, ба пӯсти пиёзу ба пӯсти чормағзу сирху сафеда ҳар ранга мекунанд. ё асосан барои навҷавонон. ҳамин мардими ӯзбек ҳамин хел урфу одат дорад ки духтароро бе ҳамин хел гилем намебарорад. 4 та 5 та барои духтарошон дастбоф мекунад. атлас қилиб тайёрлайб. ба мисли атлас мо гилемро омода мекунем. баъзан аз гулҳои табиӣ низ истифода мебарем. барои рангубори риштаҳо аз гиёҳҳои табиӣ, пӯсти пиёз, пӯсти чормағз ва пӯсти гулҳо истифода мебарем ки ин ба саломатӣ фоидаовар аст. баъзан нақшу нигорҳои атласро низ дар гилем истифода мебарем. нақшҳое ки ба дил наздик аст мо дар кори гилембофӣ истифода мебарем ва гилемҳои омода кардаамро боз мефурӯшам, зиндагиамро пеш мебарам. ҳаргиз бекор намеистам. доимо пайи рушди ҳунар ҳастам. ҳамдиҳагонам низ ҳаргиз бекор истода наметавонанд. бонувон мегӯянд солҳои пеш дар дил алам ба сар мебурдем ки чаро 5 панҷаи ҳунар дорему масъули дастранҷҳоямон фаротар аз деҳи худ муаррифӣ карда наметавонем. хушбахтона аз бози таваҷҷӯҳи давлат ба ҳунарҳои мардумӣ ва иштирок дар намоиши чорабиниҳои фарҳангии ноҳиявии вилоятӣ масъули ҳунари мо харидорони худро пайдо кард.